روی صحبتم با مخالفان پهلوی و خاندان پهلوی هستش و ما مشروطه طلب‌های که خواهان آمدن خاندان پهلوی به ایران زمین هستش تا بتونن از همون جایی که برنامه ها در سال 57 قطع شد دوباره با حضور رضاشاه دوم پهلوی سوم ما بتونیم کشورمون رو دوباره به اونجا برسونیم. و بعد از 45 سال 46 سال ما به یه نقطه رسیدیم که دیگه داریم مرگ جمهوری اسلامی رو میبینیم. با 45 سال تجربه جمهوری که اسلامی همون جنس اسلامیش رو تجربه کردیم و تو این 45 سال به هویت این گروه هایی که به اصطلاح سیاسی بودن و دنبال آزادی سیاسیشون زمان پهلوی دوم میگشتن که اون آزادی ها رو نداشتن، تو زندان بودن، مثل مجاهدین و توده‌ای های همیشه خائن و ملی مذهبیون و همه اینا. تجربه های اینا رو هم پیدا کردیم تو این 45 سال. کمونیست رو که باید به طور کل فراموش کردش، تز کمونیست مخصوصا تو کشورهایی که اون اتحاد جماهیر شورویش رو بگیر تا کوبا و چین و البته چین هنوز یه ذره هستش ولی اونا هم دیگه دیدن که راه چاره‌ای ندارن، باید آزاد بکنن. ما چه دلیلی داره که بخوایم اصلا الان زمانی که ایران زمان تصمیم گیریش هستش بخواین این گروه ها که 45 سال پیش اصلا باعث شدن که یک همچین توطئه‌ای تو ایران اتفاق بیفته که انداختن گردن انقلاب که انقلابی در وجود نداشت، هنوزم دست فر نمیدارین؟ 45 سال جمهوری اسلامی کشور رو به اینجا رسوندش که مردم الان دارن سطل آشغال غذا میخورن، فهمیدن که پولاشون تو این همه مدت به کجاها خرج شده، برای چه جنایت هایی، که الان کشور سوریه داره ایران رو یعنی جمهوری اسلامی رو به 300 میلیارد دلار خسارتی که کشورش رو داغون کرده میخواد از جمهوری اسلامی بگیره، که البته این پول ماست. بگذاریم از این 70 میلیارد که حالا خودشون دارن میگن که حتما بیشتر از اینا هستش. با همه این تجربه ها هنوزم شما وقتی اسم پهلوی رو میشنوین دشمنین و این دیگه به عقل و شعور و اطلاعات کم دیگه ربطی نداره، چون ما پرونده همه شما رو میشناسیم و با تشکری که از این مدین آزادی که ما الان خودمون که اون موقع عقلمون میرسید ولی میکروفونی نداشتیم که بخوایم نظرامون رو بدیم. تو این 7-8 سال 5-6 سال مخصوصا اخیر با تیک تاک و اینا هر کسی میتونه بیاد وقایعی که میدونه رو افشا بکنه و همه این باعث شد که اصلا سیستم از هم بپاشه و واقعیت ها رو بشه. میلیاردها خرج کردن که پهلوی رو نابود کنن، اسمش رو نابود کنن، ولی نتونستن. فقط آدم باید در نظر بگیره که چرا محمد رضا شاه پهلوی فقید و 3 بار اینا خواستن تو دوره 37 ساله سلطنتش ترور بکنن که خدا رو شکر هر 3 بارش رو یه جوری جون از سالم به در برد. چرا خامنه‌ای که انقدر مردم کشورش بدشون میاد ازش، این همه جنایت کرده، اصلا ایرانو از خودش نمیدونه و اومده فقط ایرانو بچاپه، چرا برای یک همچین انسانی تا حالا که این همه هم مخالف داره که فقط 8 میلیونشون تو خارج از کشورن و چقدرشون اینا نابود کردن، چرا هنوز بلایی سر این نیومده؟ اینا همه سوالاییه که ما الان وقتی جواباشو میدونیم و بخوایم هنوز به این و اون فکر کنیم که چه راهی رو بریم که درست باشه، واقعا دیگه من فکر میکنم خیلی زمانو از دست دادن و تو خواب بودن. دیگه باید از خواب بیدار شیم و وقت تصمیم گیریه، چون اگه ما تصمیم نگیریم یکی رو برامون علم میکنن و ما اینو نمیخوایم، چون ما رضاشاه دوم رو داریم که برای این کار بزرگ شدن و با هویت سیاسی که دارن میتونن در زمان کوتاه ایران رو به آنجایی برسانن که هم ایشان میدانن که ما میرسیم و هم ما لیاقتش رو داریم.
و کشورهای دیگه نمیخوان که ما به اونجا برسیم، چون اگه ما به اونجا برسیم خیلی از حقایق که روشن شده با مدرک ما میتونیم همه خسارتامون رو بگیریم. همونطور که الان سوریه میخواد 300 میلیون از ایران بگیره و این کشورها نمیخوان و میدونن که با پهلوی میشه این کار رو کرد، چون پهلوی خودشو نمیفروشه به کسی و ما جمهوری نمیخوایم، چون که شاهزاده رو داریم که از بچگی برای این کار بزرگ شدن و یک هویت هم ملیگرایانه دارن و اهدافشون به اهدافی میخوره که ما میخوایم برای ایران. چرا ما ایشونو بذاریم و بخوایم دنبال یکی دیگه بگردیم و اینایی که میایین هنوز دست فر نمیدارین، این تجزیه طلبها دیگه. این مصاحبه آخری که رضا شاه دوم انجام دادن در یوتیوب هستش، فریدون رو بزنی یا نشریه فریدون میاد صفحش که عکس رضا شاه دوم هستش با آقای علیزاده که یه مصاحبه‌گر خیلی خوبی هستش تو یوتیوب که داره واقعا افشاگری هم میکنه. الان وظیفه هر ایرانی هستش که بیاد و منطق رو بذاره جلوش. ما نمیتونیم تو کشورهای سلطنتی زندگی کنیم مثل انگلیس و اسکاندیناوی و کمونیست باشیم و از کارگر و اینجور چیزا حرف بزنیم. دیگه واقعا پوسیده شده این ایده ها. اون موقع هم مسخره بود، ولی چون مردم واقعا نمیدونم گیج بودن و اینا، ولی الان دیگه هر گیجی هم و دیگه آدم شده باشه، مغزش کار بکنه. ما البته با اون دسته آدم ها کار داریم، نه آدمایی که همیشه میخوان فقط ولوله بکنن چون از این را پول در میارن. کدوم اصلاح طلبی میخواد که این رژیم برگرده؟ اینا فقط مالکشن که نایاکیا دارن میچاپن، اینایی که دارن میچاپن دیگه، و این همه بلا دارن سر کشورمون میارن و فقط ما با پهلوی میتونیم که به اون هدفهایی برسیم که باید برسیم. ما دنبال جنگ نیستیم، دنبال لخت شدن نیستیم. مسئله‌مون حجاب فقط نیست، مسئله‌مون کل آزادی ایرانی که جمهوری اسلامی 46 سال اومده از ایران ما گرفته. اینو دیگه باید همه این رسانه‌های خارجی هم الان دیگه به خودشون بیان و واقعا دست بردارن از این دو دوز بازی، مخصوصا BBC با این خبرگزار. واقعا دیگه من نمیدونم شما چجوری میتونین اصلا روتون بشه که تو چش یک ایرانی نگاه بکنید. شما فاتحتون رو برای خودتون خوندین، فکر کنم تو همون BBC باید شما به خاک سپرده بشین، چون جایی تو ایران آزاد ایران ندارین. ما شماها رو پاکسازی میکنیم. شما خیلی تو این با این مدینتون باعث بقای جمهوری اسلامی شدین، چون بهتون نفع رسید، چون حقوقای آنچنانی گرفتین به خون مردم، به قیمت خون مردم ایران، و شرم بر شما باد. ما جمهوری نمیخوایم، ما شاهمون رو میخوایم و وقتی ما میگیم شاه منظورمون این نیست که ما دنبال یک شاه هستیم. نه، اینم دوباره به بیراهه نبرین. ما پهلوی رو میخواهیم، برای اینکه پهلوی فقط یک نشانه سلطنت نیستش. پهلوی آبرو، انسانیت، عشق، میهن پرستی، پهلوی به کمپلکس هستن، همه چی توش هست. وقتی پهلویست بگی دیگه معلومه که راجبه چی داری حرف میزنی. گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک، همش توشه و ما دنبال اون هستیم. و خیلی از ایرانی ها الان فکر کنم دیگه الان نسل دوم سوم دیگه، که اصلا سوم الان نسل زد، چرا دنبال پهلویسم هستش؟ چون ایده های خودش رو در اون میبینه. ما دنبال یک کشوری هستیم که با منافعی که داریم، با اطلاعات و دانشی که داریم، بتونیم به اون مقامی برسیم که شاهنشاه آریامر جنگید تا بتونه از حق و حقوق ما دفاع بکنه و کشورهای دیگه واقعا کم آورده بودن جلوی این مرد بزرگ و ما رو قطعمون کردن. و وقتی ما اینا رو میدونیم، ما سربازای پهلوی هستیم و ما پهلوی رو دوباره برمیگردونیم به ایران تا بتونه کارشو از همون جایی که قطع کرده دوباره ادامه بده با سرعت خیلی بیشتر، چون ما حالا فهمیدیم که دنبال چی هستیم. تا ابد، جاوید شاه.